سال سیب زمینی تولید شد در مزارع، حتی جمع‌آوری نشد بخشی از اینها و حتی رفتیم به سمت این که بیایم خرید حالا تضمینی که با یه عدد بسیار پایین حتی رفت به سمت خرید توافقی با قیمت کیلو 7 تا 8000 تومان. و الان در پایان سال 1403 چه اتفاقی داره میفته برای سیب زمینی که ما داریم واردات داریم انجام میدیم، با چه قیمتی صادر کردیم یه محصول رو با چه قیمتی و الان داریم وارد می‌کنیم با چه قیمتی. اگر این بحث کشتای قراردادی که الان شما مد نظرتون هست اتفاق بیفته، خیلی از این موضوعات رو در تولید در داخل انجام می‌شود، میره به سمت ضایعات. به خاطر چی؟ به خاطر که مسیر درستی نرفته. کشاورز محصولی که داره کشت میکنه نمیدونه چی کشت کنه، دقیقاً میره یه محصولی کشت میکنه که هم در مقابل ماندگاری طاقت ماندگاری ندارد و میاد مثلا وارد بازار میشه، بخشش مصرف میشه، بخشش میره تو ضایعات. ما اگه این کش قراردادی رو اصول درست انجام بشه و حمایت بخش دولتی هم در کنارش داشته باشیم، خب مطمئنا اون تشکیلاتی که قراره برای تامین و خرید این محصول انجام بشه و بتونیم اون رو در جایگاه‌های مخصوص خودش سردخونه‌ها و امکانات خوبی رو بخوایم در تامین و نگهداریش داشته باشیم، مطمئنا به هر حال ما الان به دنبال نیستیم که از پاکستان سیب وارد کنیم یا از ترکیه وارد کنیم یا بریم دنبال کشور دیگه بگردیم.